110 هست. چهار 24 4 23 اینم روی 120 مونده، معلومه داره بادش خالی میشه. شده 4 و 14. حالا میخوام دوباره اینو شیپ کنم ببینیم چی میشه. بخوان با من تو ای گیتار، به یاد رفتگان یار. بخوان با من تو ای گیتار، شود روشن شب تار. زمستان هم شد و بگذشت، ببین صحرا شده گل گشت. بهار آمد پرستو باز، به این کاشانه برگشت. لا 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 میذارمش برای تخمیر سرد. این سبد رو هم با 2 تا دایره علامت زدم. سختم هست، گنده است اینها. یه رو باید بهش تو محیط استراحت میدم، بعد میذارمش یخچال. بخوان با من تو ای گیتار، به یاد رفتگان یار. بخوان با من تو ای گیتار، شود روشن شب تار. زمستان هم شد و بگذشت، ببین صحرا شده گل گشت. بهار آمد پرستو باز، به این کاشانه برگشت. لا 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 لا. این نوع خمیری هست که دوباره ورز خورد، یعنی گذاشتیم اوورپروف شد، دوباره شکل دادیم، دوباره رفت تو سبد. میخوایم ببینیم نتیجه پختش چی در میاد. دوباره احیا کنیم و برش گردونیم به زندگی اصلیش. ظاهراً حجم کمتری رو نسبت به خمیر قبلی نشون میده، ولی اصلاً ملاک نیست. باید ببینیم که بعد از پخت چی در میاد. la 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 la
این نون قبلی بود. یک کیلو. مرحله دومش تموم شد. نظرم نون خیلی خوبیه، حجم خوبی هم گرفته. خیلی داغه. این هم همون 1002 گرم، 1001 گرم. دوتاش هم میشه الان کنار هم مقایسه کنیم. این اونی هستش که اوور نشده بود، یه خود پهن‌تر شده و بهتری خوشگل‌تر شده. این حالا برشش رو باید ببینیم. ظاهرا این ارتفاعش یه خود بیشتر از اینه، این پهناش یه خود بیشتر. علت اینه که این چون دوباره شکل‌ای شده و گازشو خارج کردم و دوباره شکل‌ای کردم و بعد نیم ساعت دیگه رفت تو یخچال، شیپ سفتری داره. در واقع تنشنی که تو پوستش بوده، کششی که تو پوسته بوده بیشتر بوده. دیگه چیزش فرقی نمیکنه. حالا باید ببینیم بافت توش چجوریه. بخوان با من تو ای گیتار، به یاد رفتگان یار. بخوان با من تو ای گیتار، شود روشن شب تار. زمستان هم شد و بگذشت، ببین صحرا شده گل گشت. بهار آمد پرستو نونی هستش که دوباره فولده شده. این بافت نون اولیه که تخمیرش طبق معمول انجام شد. اینم بافت نونیه که اوور شد و دوباره فرم داده شد. هر دوتا نون یه خمیر بودن. رطوبت 85%. %35 آرد کامل، 5% چاپدار و 1% هم روگن داره.